با سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی پیشکسوتان و اهالی فن ایمنی و آتش نشانی که واقعا در یک جمع بسیار خوبی به اصطلاح همه رو می‌بینیم و با تشکر کامل و وافی از جناب آقای سپهر صالحی تجریشی که واقعا این جمع رو گرد هم آوردن. واقعا یک صحنه با شکوهی برای کلیه آتش نشانان اتفاق افتاد. بنده خودم هم به نوبه خودم همیشه آتش نشان هستم، بودم و خواهم بود. به هیچ وجه خدمتتون عرض کنم کلمه به عنوان پیشکسوت فعلا من هنوز نمیتونم قبول کنم، چون تازه به اصطلاح به این صنف اومدم بعد از بازنشستگی، ولی جا داره که خدمتتون همونجوری که مصاحبه من عرض کردم با توجه به این که خدمتتون عرض کنم من 30 سال سازمان آتش نشانی خدمت کردم و 18 سال پیشگیری بودم و خیلی از دوستان که در پیشگیری هستن خدمتشون ارادت داریم و من در دانشکده سازمان هم به گونه بعضی مواقع کلاسایی داشتم، چون از مؤسسین دانشکده بودیم. به اتفاق جناب آقای مهندس رضوی‌آفر که معرف حضور بودن و واقعا از اساتید خود بنده هم بودن. چیزی که بود خدمتتون هست من اینو میخوام بگم، ما همیشه میگفتیم تو بحث ایمنی هدف چیه؟ هدف حفظ جان انسان‌ها و حفظ امواله. در نتیجه برای این پیشبرد باید همیشه چیکار کنیم؟ قدم برداریم و خوشبختانه پیشگیری سازمان آتش نشانی تو این زمینه اومد چیکار کرد؟ پیش قدم شد. حامی شرکت هایی که به اصطلاح تو کار تو امر تولید بودند به اونها رونق داد، یعنی پشتیبانشون شد و همین امر باعث شد که خب شکوفایی در امر تولید و بحث به اصطلاح تو سیستم‌های ایمنی به وجود بیاد. واقعا خدمتتون هستن از اساتیدی که اینجا نشستن من شاید خدمت خیلی هاشون نرسیده باشم، ولی خدمت همشون احساس شاگردی دارم و واقعا باید از اینها خیلی چیزا بیاموزیم. من یک کوچولو یه چیز دیگه بگم و میرم. با توجه به اینکه عرض کردم من 18 سال تو پیشگیری بودم، همیشه میگیم پیشگیری مقدمه بر درمان هستش، درسته؟ من یه مدت کوچولو مسئول امور بین الملل سازمان هم بودم و با کشورهای دیگه خیلی ارتباط داشتیم. به عنوان مثال یکی از کشورهایی که خیلی تو امر ایمنی آتش نشانی به اصطلاح پیش قدم بودن و آتش نشان داوطلب و به اصطلاح برای اولین بار تو جهان به اصطلاح اینها به درد گذاشتن و تأسیس شد، ژاپن بود. یه مکاتبه که من باشون داشتم مثلا سال 73 اینا به من گفتن که ما تعداد کارشناسای پیشگیریمون 2500 نفره، عملیاتیمون 1500 نفره. که من علت رو جویا شدم، گفتن خب طبیعیه که وقتی که ما پیشگیری بکنیم طبیعیه که حریق یا حادثه کم خواهد شد. در نتیجه اینجا هم از زمان خدمتتون عرض کنم که جناب آقای اسفندیاری بزرگ که مدتی در آتش نشانی تهران سمت مدیریت رو داشتن، بدعت آموزش در مدارس رو گذاشتن به گونه‌ای که یک مؤثل دبستانی حادثه‌ای که تو خیابون کمیل پمپ بنزین اتفاق افتاده بود تلفن میکنه گزارش میده. این نتیجه حاصل آموزش در مدارس بود که خب البته مسائل دیگه هم بود، اینجا هم جاش نیست. من فقط جا داره که کمال تشکر و قدردانی داشته باشم از همه پیشکسوتان و جناب آقای تجریشی. ممنون هم تحمل کردید.